سلام بینندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 24 ایول است. در 15 دقیقه بعد شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است. با موضوعات اساسی این نشر شناس شوید. در چهارچوب سفری دولتی پرزیدنت مغولستان به تاجیکستان ده‌ها سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. امکانیت تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی در اساس اشیاء خام محلی در سالهای آینده‌دار اقتصادی دو کشور با بررسی گرفته شد. دادگاه در روتردام هلند یک شهروند تاجیکستان را با جرم عضویت و دعوت دیگران به صف داعش به 5.5 سال زندان محکوم کرد. و در حالی که تاکسیران‌های دوشنبه با وزیر نقلیات شرایط دشوار کاری خود را مطرح می‌کنند، مسافران شرکت هوایی تاجیکایر می‌گویند این نوبت هم ظاهراً تنظیم پروازهای داخلی تاجیکستان موفق نبوده است. برای این شرکت قیمت است، خدمت رسانی طیاره هم قیمت است، برای پرواز نشدن. امضای 10 سند همکاری میان حکومت‌های تاجیکستان و مغولستان نتیجه مذاکرات میان پرزیدنتان این دو کشور امامعلی رحمان و اوخن اگاین خورلسوخ میباشد. رهبر مغولستان با سفری دولتی در تاجیکستان قرار دارد و مقامات دو کشور به دورنمای همکاری‌ها در بخش صنعت سبک و خوراکواری بخصوص چاره‌داری اظهار امیدواری نمودند. مغولستان یک کشور با 3 میلیون اهالی و همسرحد با چین و روسیه است. شریکان سیاسی مسکو به شمار می رود. مردمش تاریخاً کوچی بوده خود را وارث چنگیز خان می نامد. علیشیر ظریفی و امیر صاحب گزارش می دهند. در جریان سفر دولتی اوخناگین خورلسوخ رئیس جمهوری مغولستان به تاجیکستان روز 24 ایول میان دو جانب 10 سند همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان وزارت‌های امور خارجه تاجیکستان و مغولستان و عین چنین سند میان نهادهای دیگر از قبیل انرژی، کشاورزی، سیاحی و علمی و تحقیقاتی به امضا رسیدند. جزئیات سندهای همکاری معلوم نیست. رهبران تاجیکستان و مغولستان با وجود امکانیت‌های کافی برای رشد همکاری‌های دو کشور تاکید کردند. تهیه و قبول برنامه همکاری‌های دوجانبه در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، همچنین راهکار ساحوی از عمل‌های مشترک برای سال‌های نزدیک به مقصد موافق دانسته شد. در این زمینه جانب تاجیکستان پیشنهاد نمود تا امکانیت تأسیس کارخانه‌های مشترک استحصالی در اساس اشیاء خام محلی در سالهای آینده‌دار اقتصادی دو کشور با بررسی گرفته شد. این ساحه از جمله صنعت کارکرد، بخصوص صنعت سبک و خوراکواری، اینچنین کشاورزی، خصوصاً چاره‌داری را در بر می‌گیرند. در نتیجه دیدار و ملاقات‌ها ما در مورد گسترش همکاری‌ها و مناسبت‌های دوستانه دو جانب اظهارات مشترک صادر کردیم. همچنین در موارد تحکیم زمینه‌های حقوقی مناسبت‌های دو جانبه گفتگو کردیم. در بخش‌های انرژی، خواجگی قشلاق، صنعت، رشد رقمی‌کنونی ساحه صنعت، فرهنگ، معارف و سیاحی صحبت‌ها انجام دادیم. مغولستان آماده است که تاجیکستان را در گشودن راه‌های نوی حمل و نقل کمک کند. ما آماده ایم که رابطه ها را در بخش خطسیرهای هوایی راه اندازی کنیم. در دایره این سفر نخستین همایش صاحبکاران دو کشور در دوشنبه برگزار می شود. مغولستان یک دولت واقع در 5000 کیلومتری شرق تاجیکستان با چین و روسیه همسرحد است. از زمان اعلان استقلالیتش از چین در سال 1924 و تأسیس جمهوری مردمی مغولستان یکی از جمهوری‌های زیر سلطه کرملین دانسته می شود. دادگاه شهری روتردام در هلند یک جوان 31 ساله تاجیک را با گناه عضویت و دعوت دیگران به صف سازمان تروریستی دولت اسلامی به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. در حکم دادگاه که روز 21 ایول صادر شد، این شهروند تاجیکستان را به آن گناهکار دانستند که عضو شاخه خراسانی داعش بوده، قصد داشته است برای این گروه هر قدر که تواند پول جمع آورد و دیگران را هم به صف این گروه جلب کند. به قول مفتشان، جوان تاجیک به یک افسر پلیس که خود را افراطی وانمود میکرده است
گفته است که میخواهد خودش هم جهاد کند. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات پرونده پرسیدم. اول باید بگوییم که نام او را بنابر قانون و قاعده‌های هلند آشکار نکردند و فقط سال تولدش را آوردند که 1994 ثبت شده است. یک رسانه آلمانی از او عبدالصمد ا نام برده است. اما در پرونده آمده است که گمانبر در جنایت به یک فرد و از طریق امیر داعش در تاجیکستان سوگندی صداقت خورده است. برای همین او را از طریق اینترپل جستجو می‌کردند. در پرونده آمده است شهروندی تاجیکستان چند شریک هم داشت ولی نام شریکان یا همراهان او را هم از پرونده برداشتند. به اطلاع مفتشان شهروندی تاجیکستان سال 2012 برای کار به روسیه رفته است و او را سال 2017 در ترکیه با اتهام سفر به سوریه و پیوستن به داعش دستگیر کرده و از آنجا راندند. ماه سپتامبر سال 2019 شهروند تاجیکستان را در قلمرو اوکراین دستگیر کردند و بعد از 5 ماه آزاد شده است. و گفته مفتشان جوان تاجیک در این مدت هم با چند فردی که بعدا برای حمایت از تروریسم محکوم به زندان شدند ارتباط را نگه می داشت. بعد از مدت کوتاه از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال 2022 این شهروند تاجیکستان با همسرش از طریق لهستان به آلمان و سپس به هلند آمدند و در اینجا از ماه مارس سال 2022 اجازه اقامت گرفتند. اگرچه به گفته دادگاه هیچ نقشه مشخصی حمله تروریستی را از شهروند تاجیکستان نیافتند ولی خودش گفته است که آماده است در هر وقتی به این کار دست بزند. از همکارم همچنین درباره نظر وکیل دفاع شهروند تاجیکستان پرسیدم که برای رد کردن ادعاهای مفتشان چی وجه و دلیل پیش آورده است. با قول وکیل دفاع شهروند تاجیکستان خود جریان فرستادن پنهانی افسر پلیس برای گرفتن اطلاع از شهروند تاجیکستان مخالف با قانون‌های هلند صورت گرفته است. وکیل دفاع گفته است افسر پلیس که خود را افراطی وانمود میکرد سبب اظهارات افراطگرایانه جوان تاجیک شده است و مقامات انتظامی در اینجا غیر قانونی رفتار کردند. ولی دادگاه گفته است که این ادعا درست نیست و جوان تاجیک برعکس ضمن مکالمه ها خودش سر جهاد و کمک به برادران و خواهران داعش صحبت میکرد. جوان تاجیک را پس از گزارش خدمات مخصوص هلند درباره فعالیت‌های شبهه برانگیز او ماه ایول سال 2023 دستگیر کردند. مقامات هلند آن زمان گفتند که جوان 29 ساله تاجیک و همسرش زن 31 ساله از قرقیزستان را دستگیر کردند و مرد تاجیک و عضویت در سازمان دولت اسلامی متهم می‌شود. همسر او را دیرتر رها کردند. این بار اول نیست که زادگان تاجیکستان در اروپا با گناه تروریسم به زندان می‌روند. در گذشته در آلمان 5 زاده تاجیکستان را با گناه عضویت در گروه دولت اسلامی به زندان محکوم کردند. با گفته مقامات تاجیکستان از زمان ظهور داعش در سال 2013 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند و به صف سازمان‌های تندرو پیوستند و تعداد زیادی هم کشته شدند. تشکر از همکارم طاهری سفر. بینندگان ارجمند تفصیلات بیشتر این حادثه را در سامانه رادیوی آزادی پیشکش شما خواهیم کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. تا 22 سال در فعالیت تاکسی‌های دوشنبه یک اصلاحات صورت گرفت که آن را منعقدان مناپولی ساحه هم نامیدند. بر اساس این از شرکت‌های فعال تقاضا شد به استفاده ماشین‌های الکترونی گذارند. شرایط نو برای بسیاری از رانندگان مشکلی پیش آورد چون بعضی‌ها حق کار را از دست دادند و دیگران میگویند که شرکت‌های نو طلبات از حد زیاد پیش گذاشتند. این بحث دیروز در نشست مطبوعاتی نقشوی وزیر نقلیات تاجیکستان هم مطرح شد و تفصیلات را از برات یوسفی می‌بینیم. در پسمنظر نگرانی‌های رانندگان شرکت‌های تاکسی که میگویند نوبسته از کار کردن یا نکردن باید در روز 100 سومانی به شرکت پرداخت نمایند، عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان این ادعاها را رد کرد. پیشتر اون چیزی که شما گفتید قبول بود، من هم شنیده بودم، لیکن حاضر در ترتیب نو که کار میکند نمیکند مبلغ میسپارد این خیلی گپ نیست، پیشتر بود. چنین اظهارات وزیر نقلیات در حالی است که رانندگان بر اینند که اگر به کار نبرآمدند چون دیگر روزهای کاری باید 100 سومانی به شرکت پرداخت کنند. همچنین شکایت دارند که مجبورند به استراحت کار کنند. من ماشین کردیت گرفتم زورم میآید، 7,500 سومان پول میسپارم، با این 3,000 سومان دیگه مثال پول چیه؟ چی میگن؟ یا پولی نیست حتما بشود.
3000 сомон бо дар болои 7500 10000 сомон мо на риск рӯзимона пеш бурда метонем на мисол фарзандумона ягон чи харида метонем продукта карда намешава мисол ҳами чизоро як бор ақаллан 50 сомон мекардан барои мо хеле чӣ мешид сабук мешид вақто акаҷон. ҳукумати шаҳри Душанбе танҳо ба 4 ширкати мусофиркашонӣ иҷозаи фаъолият дода шумораи умумии таксиҳоро то 12000 боло бурдааст. баҳсу мушкилоти ширкатҳои таксӣ дар Тоҷикистон масъалаи нав нест. дар гузашта мақомот баъзе аз ширкатҳоро муваззаф карда буданд ки мошинҳои кӯҳнаро ба хизматрасонӣ роҳ надиҳанд. тибқи қарори шаҳрдории Душанбе дар оянда тамоми таксиҳо бояд ба нерӯи барқ фаъолият кунанд. ин матлаб дар бораи баҳсу талошҳои ронандагони таксӣ ва шароити корашон дар Душанбе буд, аммо ҳоло мехоҳем дар бораи равуои ҳавоии мусофирон дар байни шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон суҳбат кунем. январи имсол телевизионҳои давлатӣ саҳнаҳои дар фурудгоҳи Кӯлоб бо тантана фуруд омадани ҳавопаймои ширкати Тоҷик Эйрро намоиш доданд, ки қарор буд ҳафтаи 3 бор байни Душанбеву Кӯлоб парвозҳо анҷом медод. аммо он парвоз ҳам аввалину охирин гардид. чаро чунин шуд? аз гузориши ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода мебинем. навозандагони Карнаю Сурнай ба истиқболи ҳавопаймои Ан-28 баромадаанд. қарор буд ин ҳавопаймо дар фурудгоҳи Кӯлоб фуруд ояд. ин парвоз пас аз 30 соли таваққуф анҷом ёфт. пеш аз фуруди он ширкати Тоҷик Эйр эълон карда буд ки хатсайри ҳавоӣ дубора фаъол мешавад. Тоҷик Эйр дар изҳороташ гуфта буд ки ҳафтаи 3 парвоз ба нақша гирифта шудааст. аммо он парвоз ягона ва охирин будааст. хатсайри Душанбе Кӯлоб Душанбе бо тайёраи Ан-28 як маротиба яъне рейси техникӣ иҷро шуд. дигар иҷро нашуд барои он ки чипта қимат барои як мусофир 350 сомонӣ лозим ки парвоз кунад. барои чипта ки қимат аст хизматрасонии тайёра ҳам қимат аст, барои парвоза нашуданд. сокинон низ гуфта буданд ки роҳгирои ҳавоӣ хеле баланд аст. ширкат ибтидо нархи чиптаро 350 сомонӣ муқаррар кард, вале баъдан то 300 сомонӣ поин бурд. бо вуҷуди ин сокинон гуфтанд ки бо ин маблағ метавонанд 2 маротиба бо мошин ба Душанбе раванду баргарданд. خود سامالو دام جا وقت 350 سومتی کو 50 سومتی اد کاس بره 700 سوم یا ولی تایید با چیکار میکنید درش نمیخله وزیر اکسیوز چنده وزیر مثال روی گاودن 60 میبرد انا پساس که با 350 کاس میره فاصله راه بین کلاب و دوشنبه با ماشین تقریبا 3 ساعت است. بعد دوره استقلال اکثر مردم به پایتخت توسط ماشین روا میکنند. مقامات فرودگاه نیز اعتراف کرد که نرخ پرواز گران است. اما ساکنان کلانسال میگویند سالهای شوروی راهها ناهموار بودند. آنها مجبور بودند که به دوشنبه با هواپیما روند. فرق آن بود که آن زمان چیپتا ارزان بود. امروز که راهها هموارند مردم بیشتر ماشین را اولاتر میدانند. برخی ساکنان برانند که اگر نرخ چیپتا تا 50 سومانی پایین آورده شود شاید مردم دوباره هواپیما را انتخاب کنند. فرق یگانه هواپیما در آن است که تا دوشنبه در نیم ساعت میرسد. اما کمبودی مسافر و گرانی چیپتا باعث شد که همان 16 مسافر اول پس از 30 سال تنفس اولین و آخرین باشند که با هواپیما به کلاب آمدند. حالا مشخص نیست که پروازهای هواپیمای Ан-28 به کلاب دوباره از سر گرفته خواهد شد یا نه. در روسیه خویشاوندان دو نورس تاجیک را اخراج خواهند کرد که با گمان بدرفتاری جنسی نسبت کودک بازداشت شدند. مقامات محلی گفتند چند پیش گویا 2 پسر بچه 9 و 11 ساله شهروند تاجیکستان نسبت به دختر بچه 4 ساله در ناحیه باروفسکی ولایت کالوگا عملی انجام دادند که آن چون بدرفتاری جنسی ارزیابی می شود. این نورسان را حالا در یک بازداشتگاه موقتی نابالغان و والدان آنها را در مرکز نگهداری شهروندان خارجی جای کردند تا که بعداً به تاجیکستان اخراج کنند. برنامه امروزه به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و دیگر شبکه ها دریافت کنید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه azadi.org و هم طوری گفتیم در صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهدار.